اندش هستین به چه منبعی میرسه. این خیلی مهمه، خیلی مهمه. و جادوگران اجنه میان یه موجودی رو میسازن، این شبه رو میسازن و توی دنیای ماورا خیلی کارا میتونن با این موجود بکنن. انرژی هایی که صادر میشه، حالا یه توضیح کوچیکی براتون بدم. مثلا دو تا شخص، دو نفر، یکی خوش اخلاق، یکی بد اخلاق، یکی تو زندگیش خیلی تجربه داشته، یکی نداشته. خب این دو نفر انرژی میدن، خب اون موجود ساخته میشه. حالا ما دو نفر مثال میزنم که متوجه بشین. اون موجود ساخته میشه. اون موجودی که ساخته میشه چرا بهش میگن شبح؟ به خاطر اینکه کلیه خصوصیات انسانها رو میدونه. ببینید ما انسانها یه سری چیزا داریم که مخصوص خود ما انسان هاست، خدا بهمون داده. خب ولی موجودات دیگه میبینی خیلی هاشون ندارن، اون حس رو ندارن، اصلا درکی ازش ندارن. ولی شما وقتی خواسته و ناخواسته میای یه انرژی رو میفرستی و اون اجنه جادوگر میاد این موجود رو، شبه رو ازش میسازه. اون شبح چرا خطرناکه؟ چرا قدرت خیلی زیادی داره؟ به خاطری که تمامی حسا و احساسات انسانی رو در وجودش هست و میتونه از خیلی از حجاب ها رد بشه، از خیلی از حصارا میتونه رد بشه. و خیلی جالبه ببینید فرقشون با اجنه تو اینه. اجنه اگر تو دنیای ماورا جنگ بشه سرشون رو قطع بکنن میمیرن، ولی شبح اینجوری نیست. شبح شاید پیش اومده باشه براتون، دیده باشین، حالا تو جنگلا، تو تاریکی جای دیده باشین موجودی رو میبینین که کاملا سر نداره. این شبهه، کاملا سر نداره. وقتی سرشو میزنن سرگردون میشه، مگه اینکه یه جادوگری، دوباره جادوگر اجنه یا یه جادوگر بد انسانی اینو متوجهش بشه بخواد دوباره بسازتش، بهش انرژی بده. و گفتم اینا هم چون ضعیف میشن میان خودشونو میچسبونن. یا مثلا فالگیر هم دقیقا مثل دانیسا. ببینید دوستان فالگیر، شما اول این که من بهتون بگم هیچ موجودی در عالم نمیتونه از آینده خبر بده. هیچ موجودی. آینده دست خداست و فرشتگانی که آینده خبر دارن و میدونن، ببین فرشتگان مقرب هستن. حالا هیچ موجودی، چه موجود نورانی چه موجود تاریکی، نمیتونه از آینده خبر بده. ولی موجودات تاریکی یعنی اجنه، سیاهی، کالا، کافر، اینا تخمین میزنن. ببین وقتی میرن پیش یه مثلا فالگیر، خب میرن پیش یه فالگیر، خب اون موجود سلسله مراتب انرژی این فالگیر رو به اجنه های مختلف میده، به شبه های مختلف میده، اشباه تاریکی مختلف میده. انسان های زیادی میان پیشه. شما مثلا تصور کنید یه شخصی که فال میگیره، شاید در روز 50 نفر برن پیش این فال بگیرن، میشه 50 تا انرژی. متوجه اینا باشی. و با مرور زمان خیلی جالبه، بعضیا میگن ما مثلا پیش فلانی فال میگیریم این همیشه فالاش راسته. خب ببینیم شما کاملا خودتون و زندگیتون رو در اختیار این موجود گذاشتین و به راحتی میتونه تخمین بزنه. ببینیم بالاخره اونا هم یه سری قدرت ها دارن. ببین اجنه، اشباح یه سری قدرت ها دارن، مثل ما انسان ها نیستن که مثلا ندونیم پشت این دیوار چه خبره. اونا میدونن، یه سری قدرت ها دارن. طبق قدرت هایی که دارن و شناختی که به اون انسان دارن یه سری تخمینا میزنن که اگه دقت کرده باشین اکثر مثلا فالگیرا، مثلا اوناشون که خیلی حالا دیگه اسم و رسم دارن، مثلا 50% درست میگه، 50%ش اشتباه میگه. که دقت کرده باشیم پیش اومده دیگه، میگیم آقا مثلا فلانی اینو درست گفت ولی اینو اشتباه گفت. خب این بحث همینه. بحث اینه که شما خودتون در اختیار گذاشتین. اون موجود سری قدرت ها داره و داره از انرژی روحتون استفاده میکنه. اون انرژی رو میگیره و همراه های اون انرژی حس و حالتون، تجربیاتتون، همه چیتون داره انتقال داده میشه به اون موجود. و خیلی جالبه اینو بدونین، اشخاصی که فال میگیرن، یعنی یه مدت زیادی فال میگیرن یا دعا مینویسن، زمانی که میخوان این موضوع رو بذارن کنار خیلی اذیت میشن، مشکلات زیادی تو زندگیشون میفته، خیلی اذیت میشن و جالبه از خدا یا دور میشن یا اگه ببین اجنه خیلی مکارن، یا اینا رو از خدا دور میشن یا اینکه دلایل الکی واسه خودشون میارن.
که آقا این هست درسته، میدونید، با اینکه علمشو ندارم. و حواستون باشه که خواسته و ناخواسته این اشباح تاریکی رو نسازیم و اجنه و شیاطین رو وارد زندگیمون نکنیم. همیشه توکلتون به خدا باشه. ببینین به هر حال شده دوستان زیادی بودن میگه آقا من مثلا یه مدت طولانی فال میگرفتم، ولی از زمانی که مثلا گذاشتم کنار خیلی مشکلات برای من پیش اومده. ببینید شما بذار خیلی راحت بگم، یه مدت خیلی طولانی کاری رو انجام دادی که خداوند متعال اصلا قبول نداشته. خب بالاخره باید خودتو به خدا ثابت کنی. ببینی شما به هر حال یک حرکتی زدی تو زندگی یه شخصی تاثیر گذاشته. مثلا اگر رفتین دعای محبت برای کسی زدین یه زن و دختری با هم ازدواج بکنن، خب شما دارین دست میبرین تو کار خدا. ببینین نگین تالشو دیدم، تاله رو چی رو دیدی؟ ما داریم میگیم کسی از آینده خبر نداره. خب نگین تاله رو دیدم. ببینین یه زن خیلی من دیدم اینجوری، خیلی دیدم. مثلا حالا پسره یا دختره دعا میگیره که به اون معشوقش برسه، بعد یه مدت میرن توی زندگی و از هم جدا میشن. اون طلسم یا جادوی اصلا قدرت خدا باطل میشه و اینا از هم جدا میشن، یا اگر جدا نشن زندگیشون همش دعوا و درگیریه. پس الکی اسمای خدایی ندارین، میدونین، کلاه شهری سر خودتون نذارید. حالا ما چیزی که داریم توی دنیای ماورا میبینیم، آقا واقعیت رو من دارم بهتون میگم، نیست که هیچ موجودی نمیتونه از آینده بگه. ببین دوستان، من اگر دارم میگم واقعا میخوام یه سری واقعیت ها رو بگم. ببینین من واقعا توی دنیای ماورا خیلی کند و کاش کردم، یعنی خیلی موجودات زیادی رو میشناسم. این نیست که فکر کنیم مثلا توی کتابی یا سایتی خوندم، نه، من اون موجود رو به عینه دیدم، باهاش صحبتایی داشتم، ازش اطلاعاتی گرفتم. چرا من میگم کسی که میخواد با من مناظره کنه حداقل مدیوم باشه یا موکل. ببینی حتی اگر اون شخص منو قبول داشته باشه، دیگه موکلش که واقعیت‌ها رو میدونه، همون موکلش میره بهش میگه بابا این درسته این درسته، ما به تو نگفتیم، اجازه نداشتیم، یا تو اون جاگاه مقام نبودیم بهت بگیم. بحث این چیزاست. بس حواستون به فرقه‌های نوظهور باشه. هر فرقه‌ای که اگر اومد به اسم خدا و پیغمبر سری واردش نشین. بدونین، ببینین اصلا توی قانون خدا، ببینین ما هیچ جای قرآن، هیچ جای شرع، هیچ جای احادیث اصلا جایی نداریم شما به خاطری که بخوای به خدا برسی باید مثلا یه سری مراسمات خاصی بگیری. نه، اصلا همچین چیزی نیست. همیشه باید صادر کننده و منبع انرژی اون مراسم مشخص باشه. همینجوری نیست که وارد هر مراسمی بشین یا دستاتونو بگیرین، دست میگیرن دایره‌ای دور همدیگه میچرخن، یا مثلا آتیش روشن میکنن میگن ما داریم به طبیعت چی میکنیم. اصلا اینجوری نیست. حالا تو بخشی که میخوام در مورد جادوگران اجنه صحبت بکنم باز متوجه میشین. ببین دوستان، من همطوری که موجودات رو معرفی میکنم و چجوری به وجود میان و اینا، همطوری اینا همه کلیپا به همدیگه ربط داره. همه رو نگاه بکنین، انشالله متوجه میشین. زمانی که دارم در مورد جادوگران اجنه صحبت میکنم، خودتون میدونین وقتی میگین آقا ما داریم انرژی میدیم به طبیعت، بدونین دارین کجا انرژی رو میدین. به هر حال انشالله که موفق باشین و مورد پسندتون باشه. خداوند یار همراهتون. علی یارتون.